سلام بچه‌ها، من هنری ام و 16 سالمه. یه سال پیش مامانم منو مجبور کرد به مدرسه دخترونه برم و منو به یک ازدواج هماهنگ وادار کرد که همه چیز به طور وحشتناکی نتیجه معکوس داد. اول از همه باید بدونید که چطور به این نتیجه رسیدیم که برم مدرسه دخترونه. خلاصش اینه که بابام گی بود و به خاطر همین از مامانم طلاق گرفت. مامانم هم ما رو برد یه جای دور و ترس اینم داشت که منم گی بشم. پس منو فرستاد به مدرسه دخترونه. اونم چی؟ مدرسه شبانه روزی. خیلی هم منطقی. خب اولش خیلی استرس داشتم که تنها پسر تا فاصله 60 کیلومتری بودم. همون روز اولم باید هم گروهی انتخاب میکردیم. همه چشا به من بود و کلی استرس داشتم. تقریبا همه دختر مجرد تلاش کردن که منو داشته باشن. حتی برای اولین بار تو عمرم چند تا دختر سر من دعوا کردن. این دعوا بحثا تا جای پیش رفت که من فکر میکردم واقعا یه قهرمانم. تو کلاس علوم من خیلی مطمئن دختر زیبایی به نام کلسی رو به عنوان شریک زندگیم انتخاب کردم و بلافاصله دوباره دعوا شروع شد. دخترها تو کلاس فریاد میزدن و به کلسی میگفتن تو شبیه گرازی. هر وقت برمیگشتم به خونه مامانم خیلی هیجان داشت که در مورد مدرسه صحبت کنم، مخصوصا از زیدام. مدام ازم میپرسید که کسی رو دوست داری یا کدومشون برام جذاب تره. یه جورایی مامانم بازجویی میکرد، اما خوشحال بودم که حال مامانم بهتر شده. یه روزی کلسی ازم برای قرار ملاقات پرسید. منم که خدای استرس، ولی خب مامانم با هم حرف زد و حتی گفت میتونم کلسی و اسب خونمون برای نماز دعوت کنم. خودش هم با دوستاش میره بیرون و ما رو تنها میذاره. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه اون روز وقتی از خواب پا شدم چشمم به کاندومایی که رو تختم بود افتاد. کاندوم هایی که مامانم برای اولین قرار برام خریده بود. اولش شوکه شدم، اما از طرف دیگه هر پسر رویای همچین چیزی تو زندگیش داره. مامانم مرزای اوپن مایندی و دیگه دریده بود. اما خب واقعیتش خیلی احساس غرور داشتم. مامانم حتی برامون صبحانه هم درست کرده بود. اما از اونجایی که همه دختر دبیرستان میدونستن داستان اینجا تمام نمیشد. یکی یکی می اومدن ازم میپرسیدن که میخوام با اونا برم خونمون، با اینکه از هم دیگه خبر داشتن اما هیچ اهمیتی نداشت براشون. ولی همشون پس از دعا خوندن با من شروع به حسادت میکردن. اونا ازم انتظار داشتن که یک کدومشون رو انتخاب کنم. بعد از کلاس ریاضی بعد شنیدن جیغ و داداشون رفتم تا باشون حرف بزنم. تصمیم گرفتم که دیگه کافی باشه و بهشون گفتم که علاقه‌ای به قرار گذاشتن با هیچ کدومتون ندارم. فکر میکردم بعد این کار همه بحثا تموم بشه، ولی از روز بعد اتفاقی افتاد که مطمئنا تو کابوس شبام هم نمیدیدم. داشتم تلویزیون میدیدم که صدای از بیرون شنیدم. چند تا مرد عصبانی هیکلی قد بلند داشتن به سمت خونمون می اومدن. واقعا به نظر می رسید که میخوان خونمون آتیش بزنن. مامانم هم در رو باز کرد و همه‌شون اومدن داخل و شروع کردن به غرغر و همینطور دنبال منم میگشتن که وقتی فهمیدم همه اونا پدرای دختره هستن که باهاشون راز و نیاز کرده بودم فهمیدم اوه بعد ریدم. مامانم اونا رو آروم کرد و سعی کرد که ازم دفاع کنه و گفت منطقیه دیگه تو این سن بچه‌ها کنجکاو باشن. بعد از کلی فحاشی تصمیم گرفتن که من از مدرسه اخراج کنن، ولی بدتر از همه اونا پیر خرفت خر مذهبی بود که متاسفانه گیر داده بود تا با دخترش ازدواج کنم و میگفت این بهترین کاریه که میتونم انجام بدم، چون بزرگترین هدیه دنیا رو دخترش بهم داده. حالا اینکه چه هدیه بهم داده واقعا نمیدونم. خندیدم، فکر کردم شوخی میکنه، ولی شوخی نبود. گفت با رضایت پدر مادر ما میتونیم انجام بدیمش. احمقانه ترین چیزی بود که مامانم قبول کرد. مرتی که اسکل برگشت گفت غیر این صورت دختر گناهکارشو نمیبخشه و اونو میندازه بیرون. و همینطور منم دیگه نمیتونم وارد هیچ مدرسه‌ای بشم. بنابراین روز بعد با لکسی برخلاف میلش با هم ازدواج کرد. واقعا عجیبه. من 2 سال پیش کسی بودم که به خاطر طلاق مامان بابام واقعا گیج بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم، ولی الان هم یک بزرگسالم از نظر قانونی و همینطور از همه مهمتر یک شوهرم.